کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر خوجند با مقصد پیشگیری از حادثه‌های سوختار در حدود شهر رید گذراندند. این اقدام در اساس فرمان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با مقصد تشکیل چاره‌بینی پروفیلاکتیک آتش‌نشانی کمپلکسی رمزی محافظه روی دست گرفته شد. در رفت ریدی مذکور گروه کاری نظارت دولتی به خطری از سوختار نقطه سوزشواری گازپروم نفت که در محله 13 شهر خوجند واقع است از سنجش گذراندند. اسباب‌های اولین درجه سوختار خاموشکنی این نقطه سوزشواری سنجیده شده به کارمندان آنها یادداشت به خطری از سوختار داده شد. به جز این به باشندگان چندی از بینای 88 محله 13 یادداشت یا خود معلوماتنامه آیدی پیشگیری حادثه‌های سوختار از جانب آتش‌نشانان تقسیم کرده شد. کارمندان که برامونایی که همین مسئله محافظه‌گری وانمجا oltu به اختراع سوختاری که دی هم محافظه‌گری برامونایی محاله دومیش موضوع دیدوسیم وانمجا ممکن شنوشته‌ای مسئولین خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر خوجند به استقامت کنندگان بینای 88 محله 13 آیدی درست استفاده نمودن تجهیزات‌های برقی، گاز و پلیته‌ها و قاعده‌های بی‌خطری از سوختار معلومات دادند. و جز این حالت بی‌خطری یک عدد نانوایخانه که در این محله جایگیر است از سنجش گذرانیده شد. حالت کاری نانوایخانه به طلبات قاعده‌های بی‌خطری از سوختار جوابگو نیست. و جز این در نانوایخانه آتش خاموشکنی که تمغه AP5 موجود نبوده است. از همین سبب مسئولین خدمات آتش‌نشانی نسبت کارمندی این نانوایخانه سند ترتیب دادند. در محله 13 بینای 88 با خانه‌های استقامتی با شهروندان با فهمانده دستور صحبت‌ها آیدی به اختراع از سوختار فهمانده به آنها یادداشت داده شد. و اینچنین در محله 13 در نانوایخانه دیده برآمده وصل به پیوست‌کنی ناقل برقی به طلبات انرژتیکی برقی انجام داده نشده بود و با آتش خاموشکنی که تمغه AP5 تامین کرده نشده بود استفاده برای ناقل برقی موقتی در نانوایخانه‌ها راه داده شده بود. ریدی خدمات دولتی آتش‌نشانی در بازار پنجشنبه ادامه کرد. آتش‌نشانان در ریگستانی بازار به همه شهروندان یادداشت‌های بی‌خطری از سوختار را تقسیم کردند. اینچنین قبور آبی آتش‌نشانی که در ریگستانی بازار موجود است از سنجش گذرانیده شد و آن در حالت کارشایان قرار دارد. بنا به معلومات خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر خوجند دوام سال گذشته 2020 در حدود شهر 38 عدد حادثه‌های سوختار به قید گرفته شده است که در مقایسه با سال 2019 13 عدد کم میباشد. خسارات عمومی سوختار در سال 2020 281,142 سامانی را تشکیل می‌دهد. از حادثه‌های سوختاری به قید گرفته شده 10 عددش در نقلیات‌های شخصی و 28 حادثه دیگر در منزل‌های استقامتی ساکنان رخ داده است. در همین حال ناظر نظارت دولتی به خطری از سوختار قسمی مستقل 23 حربی کنانیده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی در شهر خوجند مظفر علیزاده میگوید حادثه‌های آتش گرفتن نقلیات شخصی شهروندان نسبت به سال 2019 2 عدد زیاد شده است. سبب این وصل و نصب نادرستی محرک نقلیات گفته می شود. تحلیل آلیسی سوختار نشان می‌دهد که سبب‌های اساسی سرزنی سوختار این به احتیاطی نسبت آتش یک عدد میباشد، به نظارت گذاشتن تجهیزات‌های برقی 16 عدد، به احتیاطی نسبت آتش 16 عدد، قسم آتش زدن 1 عدد، هنگام کشیدن سیگار 1 عدد میباشد. چاره‌بینی پروفیلاکتیک آتش‌نشانی کمپلکسی رمزی محافظه از سنه 12 ژانویه سال جاری تا سنه 25 فوریه در قلمرو ولایت سوخت گذرانیده می شود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.